سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. پرونده داده ساختار لیست ما بسته شد و از امروز قراره بریم روی داده ساختار دیکشنری کار کنیم. چیه این داده ساختار دیکشنری؟ چیه؟ چه کاربردی داره؟ یا کنید شما فرض کنید توی دانشگاهی هستید. این دانشگاه یک کلاس داره. خب اون کلاس ما هم فرض کنید مثلا 100 تا دانشجو داره. خب هر دانشجو یه اسمی داره که اون دانشجوه مثلا یک سنی داره، چه می‌دونم از یه شهری اومده، مثلا یه سری ویژگی‌هایی داره. خب بعد مثلا یک نام خانوادگی داره، هر چیزی، اوکی، یه آیدی داره، چیزی. بعد میخواید آقا چیکار کنید؟ به قول معروف یک کلید واژه‌ای، شما اون دانشجو رو با یک کلید واژه‌ای به نام اسمش میشناسید، مثلا اسم و نام خانوادگیش میشناسید و یه سری ویژگی هایی هم میخواید بهش اضافه کنید. مثلا بگید آقا دانشجو مثلا مهدی سنش مثلا 25 سال و مثلا از شهر مثلا مشهد. اون یکی دیگه مثلا علی دانشجوی مثلا رشته مهندسی مثلا کامپیوتر، رشتهش که گفتم، بعد سنش مثلا 24 سال از شهر مثلا تهران. اون یکی دیگه مثلا سهراب 26 ساله از شیراز، مثلا همینطور. خب همینطور ادامه میدید. بعد میخواید آقا اینا هر کدومشون به صورت یک واحد باشن، یه واحد از اون دیکشنری ما باشن. خب در این حالت از دیکشنری استفاده میکنیم. خب به قول معروف کلید واژه هر قسمت هم به قول معروف همون نام خانوادگیش مثلا هستش. خب این از این داده ساختار. خب دیکشنری یک داده ساختاریه که چند تا ویژگی داره، مثلا لیست که یک سری ویژگی داشت. دیکشنری هم همینطور. اولین ویژگیش اینه که آقا نامرتبه. یعنی چی؟ بریم داخل خود داده ساختار دیکشنری. نامرتبه. مثلا نگاه کنید شما داده ساختار لیست رو داشتید که یه لحظه بایستید اینو درستش کنم. خیلی خوب. نگاه کنید مثلا داده ساختار لیست 1 2 3 رو که بهش میزدید کامل به صورت مرتب بدون هیچ تغییری بهتون نشون میده. اما داده ساختار دیکشنری اینطوری نیستش. خب یعنی ممکنه جابجا کنه. خب یعنی مثلا اگر که کلید مثلا مهدی رو اول دارید، ممکنه اینو بندازه مثلا آخر. خب هیچ ترتیبی هم براش ممکنه نباشه. خب پس اولین ویژگی داده ساختار دیکشنری اینه که نامرتبه. البته شما شاید فکر کنید که این نقطه ضعفه، ولی نه، اصلا مهم نیست اینکه مرتب باشه یا نباشه. چرا؟ شما مثلا فرض کنید یه جعبه‌ای دارید که پر از قفله. خب پر از قفل. این قفلای ما به قول معروف همون آبجکت های ما هستن. خب حالا این قفل ها یه سری کلید باید داشته باشن که اونها رو باز کنید. در واقع توی دیکشنری خب شما یک مجموعه قفل دارید که کلیدهاش بهش چسبیده است. خب مثلا شما توی اون کلاستون 100 تا دانشجو دارید، خب که به قول معروف هر کدومو با یه اسمی میشناسید. پس اون 100 تا برن جاهاشونو با هم عوض کنن. یعنی مثلا اون اولیه بره آخر کلاس بشینه، اون آخری بره اول کلاس بشینه، اصلا فرقی نمیکنه، چون اونا رو با یه اسمی میشناسید و هیچ کدومو به قول معروف گم نمیکنید. خب در واقع یه مثال دیگه بخوام بزنم، همون جعبه است. یه جعبه‌ای که توش یه عالمه قفل دارید که کلیداش بهش چسبیده است. خب پس عملاً فرقی نمیکنه که این قفلا رو به هم بزنید. خب چون هر قفل یک کلید بهش داره که چسبیده است. پس اصلا مهم نیستش که این داده ساختار دیکشنری ما نامرتبه. خب چون هر چقدر هم که داده ها جابجا بشن، چون یک کلید دارن، خب و اون کلیده اون واحد رو به ما معرفی میکنه. خب پس اصلا مهم نیستش که این داده ساختار مرتبه یا نامرتب، پس این نقطه ضعفش نیستش. این از این. خب نگاه کنید توی داده ساختار لیست برای دسترسی به المان ها
از اندیس استفاده میکردیم. خب اما تو داده ساختار دیکشنری از کلید، از در واقع به قول معروف از کلید برای دسترسی به المان ها استفاده میکنیم. خب ویژگی دوم داده ساختار دیکشنری چیه؟ این که آقا قابل تغییره، یعنی میتونیم چیزی رو بهش اضافه کنیم یا مثلا حذف کنیم، هر چیزی. خب پس اینم دومین ویژگی از داده ساختار دیکشنری. حالا در ادامه براتون مثال خواهم زد در جلسات آینده که بیشتر با این داده ساختار آشنا بشید. الان صرفا یه معرفیه. خب نمیخوام بریم واردش بشیم و ازش مثال بزنیم. خب اینو کامل یاد خواهید گرفت و دقیق و همیشه تموم به قول معروف. خب پس اصلا نگران این نباشید که الان تصوری نسبت به دیکشنری ندارید. اتفاقا یکی از نقاط قوتتون خواهد شد همین داده ساختار دیکشنری. خب ویژگی سوم داده ساختار چیه؟ این داده ساختار اینی که آقا به صورت جفت‌های کلید و مقدار هستن. این به قول معروف به صورت جفت‌های کی و آبجکت هستن. خب یعنی مثل همون دانش آموزی که یه اسم داره، یه سری به قول معروف مشخصات، این واحدهای دیکشنری هم، المان‌های دیکشنری هم همینطورن، به صورت جفتن، یک کلید دارن یه آبجکت دارن. خب که در واقع اون کلیده بهشون چسبیده و باعث میشه که اونو معرفی کنه هر المان رو. خب نکته اینجاست که نگاه کنید هر کلیدی به قول معروف باید یه دونه قفل رو باز کنه دیگه. خب پس ما نباید دو تا کلید هم نام داشته باشیم. گرفتید؟ مثلا تو همون جعبه‌ای که قفل داره، خب ما نباید کلیدی رو داشته باشیم که دو تا قفل رو بازش کنه. خب پس به قول معروف کلیدهای داده ساختار دیکشنریمون باید یکتا باشن. خب یعنی باید یکی باشن و کپی نداشته باشه روی این داده ساختار. این از این حواستونم باشه که کلیدهای ما باید فقط از دو تا تایپ باشن، تایپ استرینگ یا اینتجر. خب یعنی اون کلید داده ساختار دیکشنری ما نباید مثلا از تایپ فلوت باشه، نباید از تایپ بولیان باشه، باید از تایپ استرینگ یا اینتجر باشه. اما آبجکت های ما میتونه از هر چیز تعریف شده ای باشه، مثلا میتونه فلوت باشه، میتونه بولیان باشه، میتونه استرینگ باشه، میتونه اینتجر باشه، میتونه اصلا یه لیست باشه، میتونه یک دیکشنری دیگه باشه. خب پس کلید ما فقط دو تا تایپ داره، یعنی استرینگ یا اینتجر، اما آبجکت ما میتونه همه هر چیزی که تعریف شده است تو پایتون رو میتونه داشته باشه. گرفتید؟ این از این، یعنی یک معرفی جامع و کاملی از داده ساختار دیکشنری رو ما تو این جلسه داشتیم. اوکی، توی جلسات آینده میریم که با ظاهر این آشنا بشیم. خب یعنی آشنایی بیشتری پیدا کنیم با داده ساختار دیکشنری و قطعاً بهتر متوجه خواهید شد. فعلا به امید دیدار.